مژده به علاقه‌مندان بحث‌های استراتژیکی درست حسابی و دبش و ناب. من امروز خودم اومدم چون که اوضاع حساسه، دست فرمون میخواد. کار هر بز نیست خرمن کوفتن، استراتژیست میخواهد چون من. شعرش هم کار خودم بود. کسایی که فکر میکنن میتونن سوال تو ابعاد من داشته باشن دست بلند کنن میرن 1 2 3. خیلی خوب، همین 3 تا سوالو جواب میدیم و فلنگو میبندیم. سلام عرض میکنم، خلیل خانی هستم از روزنامه قدس. عرض کنم خدمتتون که آقای بان کی مون در نهایت جمهوری اسلامی ایران رو دعوت کردن به کنفرانس ژنو 2 و ظاهرا تصمیم بر این هستش که معاون وزارت خارجه آقای امیر عبداللهیان شرکت کنه. دکی گلگیر تو مالیدی به دیوار که. خواستم بدونم چه چیزی تصمیم رو نهایی کرد که در سطح وزیر توی این اجلاس شرکت نکنیم و دوم اینکه صاحب کابینم رو همین اولش ترمز کابینم. منم میخواستم بدونم که شماها تو اون روزنامه قدس فکر کنم بیشتر تو کار قرصین، نه میزنین میری تو هپرود برای خودتون. اخبار گوش نمیدی شما تو اون خراب شده خبر مرگتون؟ آخه میخوای مقام عظما رو دق بدی که اینجوری نمک پاشی رو زخمش؟ تو سطح وزیر شرکت نکردین کیلویی چنده؟ با تیپا انداختنمون بیرون. تو سطح بسیجی دهنگشادم شرکت نکردیم. یه سوال بعدی. من سوال همکارم رو تکمیل بکنم در مورد بحث دعوت از ایران برای نشست در ژنو 2. کلا خیلی ضایع شد دیگه. حکایتمون شده حکایت همون مشنگه که بهش گفتن کجا داری میری؟ گفت جایی نمیرم، دارم برمیگردم. آیا ایران چه واکنشی، چه موضعی در ارتباط با پس گرفتن این دعوت داره و علت اصلی این اقدام رو چی میدونید؟ سوالو باید سر علت دعوت میکردی. علت خط زدن اسممون که معلومه از اولم که دعوت کردن. من فکر نمی‌کردم که این شربت مفتی از گلومون درست حسابی بره پایین. به مقام عضوام گفتم ببینید دمپایی که زیادی راحت باشه کوفت آدم میشه، چون هر 5 دقیقه یه بار باید چک بکنی ببینی هنوز پات هست یا نه. آخرش هم همین شد. خلاصه کنم، داستان دعوت به ژنو 2 و ضد حالای بعدیش که سراغمون اومد سنگین بود. از اون مشتایی بود که وقتی میخوری بعدش باید سر فرصت بشینی دندوناتو بشوری ببینی چند تاش سر جاست. نامردان کاری کردن با نظام که با یویو نمیکنم. کلا یویوگری تو دستگاه خودمونه. مقام عظما میگه که عمق استراتژیه، اما حاجی رفسنجانی میگه که نخیر، رینگ خونی نمونه که همونجا کفکمونو میذارن کف دستمون. باید سریع بکشیم بیرون. اونا هم دست ما رو سر همین خونده بودن که گفتن نیا. حالا چشم انداز گیلاس بعدی هم برای مقام عظما تو همینجا معلوم میشه. تو کلاس وزنی شماها نیست، براتون توضیح نمیدم. باشه یه موقع که فهمیدیم بهتون میگم چی به چیه. به نام خدا، روزی هستم از باشگاه خبرنگاران. شما برای سلام کردن نمیخواد انقدر مقدمه بچینی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که یارو زنگ زد پیتزا فروشی، گفتش که یه پیتزا مخلوط با نوشابه بیاریم به یه آدرس ما. طرف گفت به نام کی؟ گفت اخ ببخشید، به نام خدا یه پیتزای مخلوط با نوشابه بیاریم به آدرسمون. حالا سوال چیه با این همه مقدمه چینی؟ در پی اجرای توافقنامه ژنو، عمده اشکالی که منتقدین به این توافق دارن عدم توازن حجم امتیازاتی هستش که ایران به طرف مقابل داده. آره زدن تو پوزمون. اونایی هم که بهشون گفته بودیم که امتیاز وف میگیریم، یعنی برای بچه بسیج، گفته بازی برد از این حرفا، الان دیگه کم کم میفهمن چی شد. از هول یخچال پس گردنیه رو خوردیم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که به بچه خسیسه گفتن اگه رفتی دم یخچال چی میخوری؟ گفتش که یه لگد با 2-3 تا پس گردنیه درست حسابی. دستگاه دیپلماسی در ادامه مذاکرات به چه خطوط قرمزی متحد خواهد بود؟ متشکرم. یکی شما هم حالت خوشه ها، مگه دست ماست؟ مگه ندیدی که از مارمولک له شده زشتر قیافه ظریف های میز مذاکره بود؟ مثل کوبیس شده بود، هیچیش به هیچیش نمیخورد. لبخندم که میزنه دیگه ضایع تر. بهش هم گفتم همینا، گفتم ببین لبخند همیشه زیبا نیست، مثل وقتی که یه تیکه سبزی لا دندونت گیر کرده باشه.
سوال دیگه هم داشتم که نه خیر دیگه، همین قدم که جواب دادم از زیادی نجابت و شرشور معرفت من بود، از سرتون زیادی بود، تحولات سریع شده، باید برم سراغ مقام عظما. الان که زهر خوردن عین آدم بنزین خورده شدن. کسی که بنزین بخوره چطور میشه؟ سرعتش انقدر زیاد میشه که در عرض چند دقیقه میرسه اون دنیا. عزت همگی زیاد.